سلام دوستان، دکتر عاطفه عبدالمنافی هستم با یک اپیزود دیگه در خدمت شما. توی این اپیزود قرار من در مورد اختلالات عملکرد جنسی صحبت کنم که حالا توی خانم ها و توی آقایون متفاوته، ولی این اپیزود ما در مورد اختلالات عملکرد جنسی در خانم ها هست. توی بحث اختلالات عملکرد جنسی توی 3 مرحله قابل ردیابی میشه. یه مرحله میل داریم، مرحله برانگیختگی جنسی رو داریم و مرحله اورگاسم رو داریم که حالا تو هر کدوم از این مراحل میتونه یک اختلالی وجود داشته باشه یا به وجود بیاد. توی مرحله اول که میشه مرحله میل جنسیه، اگه بخوایم خود میل رو تعریف کنیم، میل یعنی چی؟ میل در واقع با بیانگر اون افکار و خیال پردازی های جنسی آدم ها رقم میخوره و در واقع اینه که میل میتونه از طریق محرک های مختلفی برانگیخته بشه که این محرک ها میتونن محرک های بیرونی باشن، مثل محرک های بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، مثل دیدن یا لمس یک چیزی، یا میتونه محرک های درونی یا شناختی باشن، مثل فکر کردن در مورد اون محرک ویژه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. و توی این مرحله میتونه یک اختلالی اتفاق بیفته. منظور از اختلال چیه؟ یعنی این که وقتی که طرف میره و وارد اون رابطه جنسی میشه، این میل وجود نداره. اگه بخوایم در واقع تشخیص درستری رو بدیم، اینه که با این ملاک ها قابل ردیابی هست که ما بحث فقدان و کمبود میل جنسی رو برای یک آغازگری یا تمایل به یک رابطه جنسی میبینیم. این طرف اشتیاقی برای اینکه یک رابطه جنسی رو شروع کنه نداره و همیشه درخواست از طریق پارتنرشه، شریک جنسیشه و خودش هیچ موقع اشتیاقی برای اینکه بخواد و این رابطه رو داشته باشه نشون نمیده. یا ما فقدان و کمبود اون افکار و خیال پردازی های جنسی رو داریم، یعنی طرف هیچ اون ذهنیت شناختی که ما بهش نیاز داریم توی رابطه جنسی، که اون فکرها و خیال پردازی های وجود داشته باشه، توش گم میشه و محو میشه و طرف هیچ اشتیاقی باز دوباره به برقراری رابطه جنسی نداره. و یه چیز دیگه ای که وجود داره اینه که ما کمبود و یا فقدان اون لذت جنسی رو توی رابطه میبینیم. و وقتی در مورد همه اینها صحبت میکنیم، این کمبودها و این فقدانها، اینه که تو اکثر موقعیت ها این باید وجود داشته باشه، نه تو یک یا 2 تا موقعیت این اتفاق بیفته. منظور ما چیه؟ یعنی که اگر طرف از 10 تا رابطه بالای 7 تاش این ملاک ها رو داشته باشه، ما میتونیم تشخیص اینو بذاریم که بحث اون اختلال در عمل میل جنسی این آدم وجود داره. ولی همیشه این نکته رو بهتون باشه، اینه که اگه احساس کردید که در این مسئله شما مشکل دارید، حتما باید در واقع اینه که به روانشناس مراجعه کنید، حتما باید ارزیابی بشید که بتونید تشخیص درست و مناسب تری رو بگیرید. این میشه مرحله در واقع میل و مسائلی که در این زمینه قابلیت تعریف داره و با این ملاک ها یا کرایتریایی که بهتون توضیح دادم قابل ردیابی هست. جدا از مرحله میل یه مرحله دیگه گفتیم داریم به نام مرحله برانگیختگی. توی خانم ها در واقع اینه که مثل آقایون در واقع توی مرحله برانگیختگی همراه با یک سری از تغییرات فیزیولوژی هست که ما توی این مرحله همراه با اون تغییرات فیزیولوژی که اتفاق میفته باعث ایجاد اون احساس ذهنی لذت توی خانم ها میشه. یکی از مهمترین تغییرات فیزیولوژی که ما توی مرحله یا توی رابطه جنسی در واقع توی خانم ها داریم بحث لیز شدن محبل هست و تشخیص یک اختلال عملکرد جنسی در مرحله برانگیختگی جنسی به این صورت هست که در واقع اینه که ما فقدان و کمبود یا در واقع لیز شدن محبل رو داریم، یا اگر این اتفاق میفته یعنی لیز شدن رخ میده ولی خیلی سریع دوباره از بین میره، یعنی اجازه نمیده که در واقع در طول اون عمل جنسی این لیز شدن باقی بمونه. نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که حتما اگر ما بخوایم تشخیصی بذاریم بابت این داستان، اون فرد نباید تحت تاثیر مواد، دارو یا بیماری باشه، چون گاهی اوقات مسئله از دست دادن
در واقع لیست شدن میتونه ناشی از تأثیرات دارویی باشه که اون آدم داره مصرف میکنه، یا به خاطر یه مشکل جسمانی باشه، یا بیماری داره که باعث ایجاد اون از بین رفتن اون خیس شدن محبل باشه، که این حتما باید به دکتر مراجعه بشه، با متخصص زنان زایمان مراجعه بشه. اول این مسئله برطرف بشه که طرف از نظر فیزیولوژی اون خانم هیچ مشکلی نداره، و بعد اونجاست که اگر همچنان با این مسئله درگیر هست توی رابطه جنسی، پس باید حتما به روانشناس مراجعه کنه و این مسئله رو ارزیابی کنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب وقتی که ما لیست شدن محبل رو نداشته باشیم، قطعا میتونه اون عمل جنسی رو به شدت دردناک کنه و برای اون خانم هیچ لذتی رو توی رابطه ایجاد نکنه. پس این خیلی مهمه که به این نکته توجه کنید که برای اینکه یه رابطه جنسی بهتری اتفاق بیفته، این نکته مهمیه که باید در نظر گرفت. میریم وارد مرحله سوم میشیم. مرحله میل رو داشتیم، مرحله برانگیختگی رو داشتیم و مرحله سوم مرحله ارگاسمه. نکته‌ای که مهمه اینه که خب ارگاسم مرحله لذت بخشیه، اما نکته‌ای که هست در خانوم ها شدت اون ارگاسم میتونه به شدت متفاوت باشه. یعنی از یک زنی به یه زن دیگه ای اون فرایند از نظر رسیدن به ارگاسم، طول مدت ارگاسم یا شدت ارگاسم با هم دیگه فرق میکنه. شاید ما این کانورسیشن ها رو زیاد توی کلینیک میشنویم از کلاینت هامون که در واقع اینه که میان با این کامپلین یا شکایت که تعریف میکنن که مثلا دوستم نمیدونم به هم گفته که من این مدلی به ارگاسم میرسم، پس اگه تو اینطوری نمیرسی پس تو حتما مشکل داری. لزوما اینطوری نیست، چون این شدت ارگاسم خانم ها کاملا متفاوت بودنشون کاملا یک امر طبیعی هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که شیوع کلی اختلال ارگاسم توی خانم ها چیزی که تخمین زده شده 30% که معمولا زیر سن 35 سال بیشتر قابل ردیابیه. نکته‌ای که در واقع ما میتونیم بهش در واقع توجه کنیم به این صورت هست که توی بحث ارگاسم اون لذت جنسی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. این میتونه دلایل مختلفی وجود داشته، یعنی عوامل روانی که پشت این مسئله خوابیده و باعث میشه که اون خانوم از اون رابطه جنسی لذتی نبره و اون ارگاسم رو تجربه نکنه. هرچند که ما معتقدیم که ارگاسم یک امر آموختنیه، یعنی یک امری نیست که ذاتاً اون آدم بلد باشه. زنها باید توی رابطه یاد بگیرن که چطوری ارگاسم رو تجربه کنن و ما یه مشکلی که با خانم ها داریم اینه که نمیدونن که چه مدلی به ارگاسم میرسن. ارگاسم میتونه از 2 طریق اتفاق بیفته، یا از طریق واژیناله یا از طریق کلیتورال یا همون کلیتوروس اتفاق میفته. باز تحقیقات نشون دادن خانم هایی که ارگاسم رو فقط و فقط از طریق واژینال اکتساب میکنن 25%، یعنی 75% از خانم ها ارگاسم از طریق کلیتوریس و واژینال در واقع تجربه میکنن. باز یکی دیگه از کامپلین هایی که ما توی کلینیک زیاد باهاش مواجه میشیم، خانم هایی که میان و فکر میکنن که چون ارگاسمشون از طریق واژینال نیست پس اون دیگه ارگاسم نیست، باید حتما ارگاسم از طریق واژینال داشته باشن، در حالی که نه، یه باور غلطیه که وجود داره، چون میتونه که زنها در واقع انگار 2 عضو دارن برای رسیدن به ارگاسم و هیچ فرقی نمیکنه که از چه طریقی این اتفاق بیفته. نکته‌ای که میخواستم مطرح کنم اینه که عوامل روانی که پشت این مسئله خوابیده برای اینکه چی میشه که یک زن ارگاسم تجربه نکنه. یکی از اون دلایلش چیه؟ ترس از باردار شدن، ترس از حاملگیه. وقتی زن میره توی رابطه جنسی با این فکر که نکنه که در واقع باردار بشم یا این اتفاق بیفته، خود این نگرانی و این فکری که میاد توی ذهن باعث میشه که در واقع اون مسیر لذت بردن رو استاپ کنه و جلوی این لذت بردن رو بگیره. یا دلیل روانی دیگه که میتونه وجود داشته باشه، اون احساس خصومت نسبت به مردها یا شریک جنسیشه. گاهی اوقات در واقع بعضی از خانم‌ها انقدر عصبانی هستن از مردهای اطرافشون یا از شریک جنسیشون،
وقتی میرن توی رابطه جنسی اون ارگاسم رو تجربه نمیکنن. یا دلیل روانی دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه به خاطر عوامل فرهنگی و اجتماعی. گاهی اوقات این باور غلط داده شده که زن پاکدامن یا زن خوب زنیه که در واقع لذت جنسی تجربه نمیکنه، نباید تجربه کنه، انگار کار اشتباهی کرده. و یا دلیل روانی دیگه‌ای که وجود داره بحث احساس گناهه، که اینکه من کار اشتباهی دارم میکنم و من نباید این لذت رو داشته باشم. هر کدوم از این دلایل روانی به تکیه خوب به صورت انفرادی میتونه در واقع یک تأثیر خیلی منفی و نگاتیو توی اون رابطه جنسی برای اون آدم توی اون رابطه داشته باشه. این مبحث امروز ما بود در مورد اختلالات عملکرد جنسی در خانوم‌ها. در اپیزود بعدی من قراره در مورد اختلالات عملکرد جنسی در آقایون صحبت کنم. تا اپیزود بعد میبینمتون.